اگر دوست داری عضله‌ها تقویت بشن، تا آخر ویدیو همراه هم باش تا ماده‌هایی رو بهت معرفی کنم که معجزه میکنن. سلام دوستان، به یک ویدیوی دیگر از کانال تاپ 5 ایرانی خوش آمدید. اگر هدف شما تناسب اندامه و با این ویژگی شما رو میشناسن، انجام تمرین‌های شدید به تنهایی کافی نیست. به غذاهای مناسب و کافی هم نیازمندید. حتما باید رژیم غذایی شما سرشار از مواد مغذی عضله‌ساز باشه. شناخت این مواد و ترکیباتشون به شما کمک میکنه رژیم غذایی مناسبی رو انتخاب کنید. یه رژیم غذایی مناسب علاوه بر این که به رشد بیشتر عضلات کمک میکنه، در کم شدن وزن شما هم میتونه مؤثر عمل کنه. برای آشنایی با این مواد تا آخر ویدیو همراه هم باشید. آهن یه ماده معدنی بسیار مهمه که در عضله‌سازی و تقویت عضلات بسیار مؤثر عمل میکنه. مصرف کافی آهن به اندازه بلند کردن وزنه‌های آهنین اهمیت داره. 180 گرم اسفناج آبپز 643 میلی گرم آهن داره. این مقدار آهن از آهن موجود در یک تکه همبرگر 170 گرمی هم بیشتره. همچنین این سبزی برگ سبز سرشار از منیزیمه. منیزیم ماده معدنی بسیار با ارزشی هستش که برای رشد عضلات بسیار لازمه. پژوهش‌ها نشون میدن رابطه مستقیم با سطح منیزیم در بدن داره. البته منیزیم در ترب، سویا و برگ چغندر هم وجود داره و از این طریق هم میتونید این ماده رو تامین کنید. تقریباً همه رژیم‌های غذایی که هدفشون عضله‌سازی هستش، حاوی مقدار خیلی زیادی بروکلی هم هست. ترکیبات خاصی در این ماده وجود دارن که مانع ذخیره چربی در بدن میشن، بلکه از گسترش عفونت‌هایی که منجر به التهاب و آسیب مفاصل میشن پیشگیری هم میکنن. اگر میخواید تناسب اندام خود رو حفظ کنید، مصرف این ماده حتما توصیه میشه. برای سلامت مفاصل هم بسیار مهمه. این ماده سرشار از ویتامین C هم هست و مصرف یک فنجون بروکلی نیاز روزانه شما به این ویتامین رو هم تامین میکنه. ویتامین C میتونه سطح هورمون استرس رو هم کم کنه و برای رسیدن به تناسب اندام خیلی موثر باشه. این ماده بجز اینکه چربی‌های سالم رو برای بدن تامین میکنه، به کم شدن چربی‌های ذخیره شده شما خیلی کمک میکنه. اسید موجود در این ماده اشباع نشده و سالمه. از طرفی هم آووکادو سرشار از پتاسیمه که به کم شدن موضعی چربی شکم کمک خیلی زیادی میکنه. به علاوه میتونید از فیبر موجود در سبزیجات به نفع سلامتی خودتون استفاده کنید. افزودن چربی‌های سالم مانند این ماده میتونه منجر به افزایش جذب مواد مغذی مؤثر هم باشه. اگر میخواید اندامی عضلانی و فعال داشته باشید تا تمرینات رو با استقامت بیشتری انجام بدین، جلوگیری از بروز التهابات بسیار مهمه. یکی از منابع گیاهی ویتامین D که مقدار خیلی زیادی از این ویتامین رو هم داراست، قارچه. پژوهش‌ها نشون میدن این ماده در عضله‌سازی شما میتونه خیلی موثر باشه. سطح ویتامین D در کسانی که از این ماده استفاده میکنن خیلی بیشتر بوده. مصرف مکمل‌هایی که سرشار از این ویتامین هستن تاثیر مثبتی بر قدرت عضلات میذاره. قارچ انواع مختلفی داره و بعضی از گونه‌هاش حاوی مقدار زیادی ویتامین D هستن. همین لوبیا که خیلی هم ساده هستش، یه عضله‌ساز بسیار موثره. این ماده علاوه بر اینکه حاوی پروتئین هم هست، فیبر بسیار بالایی هم داره. این ویژگی سبب میشه با مصرف لوبیا انرژی لازم برای عضله‌سازی شما اتفاق بیفته، در حالی که قند خون شما افزایش پیدا نمیکنه. یه فنجون لوبیای سیاه 12 گرم پروتئین و 9 گرم فیبر شامل میشه. همچنین لوبیاها منبعی غنی از اسید فولیک و مس هستند. اسید فولیک یکی از ویتامین‌های گروه B هستش که میتونه به رشد عضلات کمک خیلی زیادی کنه و مس هم سبب میشه تاندون‌های شما تقویت بشن. پژوهش‌ها نشون میدن مصرف روزانه 3/4 فنجون حبوبات کاهش وزن سریع رو برای شما ایجاد میکنه.